نظام پنهانکاری چیه؟ توی آرمان شهر همه چیز شفافه، یا شاید اینطور به نظر میرسه، اما پشت لبخندها تصمیم‌هایی گرفته میشه که هیچ کس از وجودش خبری نداره. روباه هر هفته جلوی مردم سخنرانی میکرد، از شفافیت، صداقت و آزادی اطلاعات حرف میزد. شهر پر از دوربین بود، اما نه برای کنترل، برای اعتماد. اما تصمیم‌های واقعی هیچ وقت جلوی دوربین گرفته نمی‌شد. در پشت درهای بسته قوانینی تصویب می‌شد که هیچ کس خبر نداشت از کجا اومده. مردم خوشحال بودند چون احساس می‌کردن دیده میشن، اما حقیقت این بود که فقط نظارت می‌شدن و هرچه بیشتر شفاف به نظر می‌رسید تاریکی عمیق‌تر می‌شد. تا اینکه روزی یکی از خبرنگارها فهمید تمام سخنرانی‌های روباه از قبل برنامه‌ریزی شده بودند. حتی پرسش‌ها، حتی پاسخ‌ها. شفافیت فقط یک نمایش بود. وقتی حقیقت فاش شد، شهر دچار شوک شد. مردم دیگه نمی‌دونستن به چی باید اعتماد کنن. حکومتی که با وعده شفافیت اومده بود، حالا در تاریکی خودش غرق شده بود. نظام پنهانکاری یعنی حکومتی که در ظاهر باز و شفافه، اما تصمیم‌های واقعی در پشت پرده گرفته میشن. به نظرت کدوم خطرناکتره؟ دروغ آشکار یا شفافیتی که فقط وانمود میکنه حقیقت رو میگه؟